سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. میخوام بهتون بگم که در خرید یونیت دندون پزشکی کوپلینگ هایی رو سفارش بدید که مناسب کار شما باشه که حتما به این مشکل در سفارش یونیت برمیخورید. با من همراه باشید. خب ببینید، زمانی که شما مراجعه میکنید برای خرید یونیت، اگر اون یونیتتون یا تولید کننده یونیتتون یا نوع یونیتتون جوری باشه که از استانداردهای روز دنیا پیروی بکنه، قاعدتا باید این سوال از شما بپرسن که کوپلینگ یا اتچمنت یا اتصالاتی که شما برای هندپیساتون یا اینسترومنت هاتون استفاده میکنید میخواین که به اصطلاحاً چند سوراخ باشه. حالا 3 تا استاندارد وجود داره که حالا معمولا تو ایران 2 تا به شما پیشنهاد میشه. یکی این که میگن که میخواین به صورت معمولی باشه که 2 سوراخ هست، که یه سوراخ یعنی که اون شیلنگی که از تابلت میاد شما اینسترومنت رو کوپل میکنید روش، یه دونه هوا هست، یه شیلنگ هوا داره، یه شیلنگ آب داره. خب این معمولی ترین حالته که احتمالاً توی همه درمونگاه ها دیدین، توی همه مطب ها دیدین، از قدیم الایام با شما بوده و باهاش کاملا آشنا هستید. یه نوع دیگه هست که اصطلاحاً میگن میدوست بهش، که 4 تا سوراخ داره. حالا یا 3 تا، یه مورد دیگه هم هست که 6 تا هستش. این 4 سوراخ یه استانداردی هست که اداره کل تجهیزات پزشکی همه تولید کننده ها رو اجبار کرده که از این استاندارد پیروی بکنن، چرا که بحث بهداشتی وجود داره در این قضیه که پنهان هست و همه ازش آگاه نیستن. خب چیکار کنیم؟ آیا 2 سوراخ رو استفاده کنیم یا 4 سوراخ رو سفارش بدیم؟ با توجه به اینکه احتمالاً هزینه بیشتری هم داره، به خاطر اینکه پیچیدگی در تابلتش، در یونیتش ایجاد میشه که باعث میشه قیمت تمام شدهش بالاتر بره و کاملا منطقی هست، اما مزیت‌هایی رو داره که برای بیمار به خصوص کاملا مشهوده و در بحث درمانش مستقیما تأثیر داره. اما خب یه عیبی که وجود داره، اگر شما 4 سوراخ کاملا شیلنگ‌های تابلتتون رو سفارش بدین، احتمالاً اگر از قبل یونیتی دارید که 2 سوراخ بوده یا ابزارهایی دارید که میخواید استفاده کنید، قاعدتاً دیگه اونها ممکنه به دردتون نخوره. البته هستن آداپتورهایی که شما میتونید، قطعاتی هستن که تبدیل میکنن 4 سوراخ رو به 2 سوراخ یا احتمالاً و برعکس، اما خب خیلی توصیه نمیشه، چرا ممکنه اون وزن اینسترومنتتون اضافه بکنه یا مقدار از حالت استاندارد خارج بشه، اما این امکان بازم وجود داره. پس اینو باید دقت بکنید که حالا یه پیشنهاد این هستش که شما بیایید اگر 4 تا شیلنگ روی تابلتتون دارید، 2 تاشو 2 سوراخ سفارش بدید، 2 تاشو 4 سوراخ، که بتونید از همه ابزاراتون چه قدیمی چه جدید استفاده بکنید. معمولا زمینه ابزارهای اینسترومنت های 4 سوراخ تو بازار خیلی زیاد نیستش. البته بگم برندهای معتبر همشون 4 سوراخ هستن که حالا مبالغ بالاتری دارن، مثلا انسکاهای ژاپنی به این صورت هستن که میتونید تهیه بکنید. پس حالا تو بحث فنیش نمیخوام زیاد وارد بشم که چرا اون 4 تاست چرا این 2 تاست، ولی تا همینجا بدونید که مورد بحث بهداشتی و موردی است که مربوط به درمان بیمار هست که سلامتی بیمار شما کاملا توش مؤثر هست. ممنونم که این ویدیو رو دیدید. اگر میدونید که دوستانتون به این ویدیو نیاز دارن، حتما شیر بکنید، براشون بفرستین و خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید. اگر سوالی دارید حتما زیر همین پست از من بپرسید.